اینجا کجاست؟ مرا کجا آوردید؟ دوستم یگان جای ترس نیست. با آقای فاروق وا میخوری و خلاص. درون زود. با دقت باش. میبخشید آقا یگان چی شد؟ بیومن دور شوی. اکا جان کنی آقای فاروق کجا شد آخیر؟ من نمیفهمم چرا اینجا اومدی؟ کجا میشود؟ در همینجا در قلبایمون زندگی میکند. تو چی ها میگویی؟ یا اینکه چیزی که شنیدی برادر. فاروقی نامرد میخواهد از من خلاص شود. مگر من آدمی هستم که سزاوار این باشم؟ و من بر این آدم چنین رفتار نارواست. مرا باید احترام کند. مرا فریب کرد. آخر مرا فریب کرده میشود. من بر این آدم را از کجا مییابد؟ برای آنها امنیت را فروختم. امنیت را. گوش میکنم آقای فاروق. یک جای با خیریم. تو را سرزنش دارد چی خیل؟ خوب حاضر میایم سردار. من باید تاجیلا روم. آقای فاروق مرا انتظار. من چیکار کنم؟ این احمق میستد. گرفته برید شکمش را سیر کنید. در دستش 4-5 لیر ده دوغره هایش کنید. فهمیدم اکا. تو احمقی مگر ها؟ در سرش پرانو با اخلاق تو دا پرتو. از من میپرسند از تو نه. چی خیل پراند اکا؟ اکا جان التماس مرا رها کنید. من نه شما را دیدم و نه شنیدم. جان اکا جان مرا خلاص کنید. خدایا چیکار کنم؟ التماس از پی این رفته فاروق رو به قتل رسانم. اکا جان آخر من چیکار کردم؟ یا اینکه خیری را از توده گرگان جدا کرده کشم. اکا جان آخر من به شما چی بدی کردم؟ یک سخن آقای فاروق رو دو نکردم. حتی برای او شده خودم رو فروختم اکا. مثل آنی که قاعده رو نمیدانی حرف میزنی. فروشنده رو میفروشند. خودت رو باید نمیفروختی. به فکرم چاکن زیر چاک شدن است. گوش کن. کلشی چی؟ حاضر دانشت رو به من میگویی. ما هم تو رو دستگیری میکنیم. نباشه دانستم که دیگر تو رو کلش کمال نیو. کمال احمق میگویند. فهمیدی؟ چرا سردی میکنی؟ دلم را مشکن. مرا میازار. این با تو نمیسیبد. تو مگر قلب هم داری؟ قلب تو با مثل قطعی بطری است. چقدر زنی همونقدر بیشتر کار میکنند. سردارم به او هم چی کار کردن فاروق رو میفهمیم. 30 سال مانع زندانی شود. با این احمق سخن حیف است. والله اگر آنچه من میدانم شما دانید 30 سال زندانی نه 30 سال روی دست گرفته میگردید. خوب کنی گپ زن. تو چرا میدانی تا اینکه ما هم آن را دانیم؟ تنها یک طرفه نمی شود. ما چون خریدار و فروشنده با هم رفتار میکنیم. آن وقت نسیق میسوزد و نه کباب. اکا مرا نپرانید. بیایید مصلحت میکنیم. چقدر مصلحت؟ از کشتن من به شما چی فایده اکا جان؟ از من ضرر نرسیده است به شما. اما آقای فاروق هم آمد. ای میگریزد. برای عوض چی میخوایی؟ آزادی. برای عوض یک خبر آزادی؟ عیناً. گوش کن. اگر فکر کنی که با دو حرفی گفتاد آزاد میشوی خطا میکنی. فهمیدی مرا؟ خطا میکنی. چیکار کردنی من نه. چیکار کردنی فاروق مهم است.
این چنین حادثه است نه تنها ترکیه تمام دنیا به پا میخیزد. از کجا دانیم که تو راست میگویی؟ نمیدانید، لیکن اگر از تلویزیون گویم که من به پلیس گفتنی بودم شنیدن نخواستند. گوش کن کلش، ما از پیش خود حق کسی را جواب دادن نداریم. از این خاطر با آقای پروکورور زکی یحیی مصلحت میکنیم، ببینیم که او چی میگوید. اگر اجازه دهد پس جواب میگیری. ایتو سردارم. شتابید، همگی 1 ساعت وقت ماند. زود یکی درایا بید. باز کجا گم شد؟ ایتو سردارم. برا اکا تو رو با من خدا فرستاد. اکا در این دنیا مثل تو شما مردی رو ندیدم. بیا پایهایت رو ببوسم، حتی خاک پایت رو. در شو. اکا التماس میکنم، این برایم شرف است. اقلا اجازه ده تا جای قدم هایت رو ببوسم. اکا اکا این چه خیل میشود؟ صدقه آخر تو مرا نجات دادی. سردار این گرگان کجا گم شد؟ او رفت، دعوتش کردن. اجازه دهی منم آهسته آهسته. استا اکا التماس شیطان رو از خودت دور کن. در کار نیست. در اینجا یگانه شیطان این تویی. نجیب سردار باز قرارود شده، از زود بیا. مایلش. مش بچه باز کجا گم شد؟ این ناموس در یک لحظه غیب زد. خیری عجله در دست من است. حتما تو را میابم. در زیر زمین هم باشه. آسان خلاص یافتی خیری. دیر نشده از اینجا گریختن در کار. لیکن چه خیلی بفرمایید آقای فروخ. مسئله همان بانکدار رو میدانی. آماده باش، وقتی کم داریم. خوب آقای فروخ، لیکن به یک چند ساعت وقت احتیاج دارم. اگر قبول دارید در نقشه تغییرات در آوردم. به هر نوعی که باشد کار را تمام کن. فراموش مکن عیب را به سر دینداران حواله میکنی. میگویی که از خبرنگاران قصد گرفتیم. بچه ها را تیار کن. خوب آقای فروخ. خیری را چیکار کردید؟ آن کار حل شد. حاضر در چکوری گورج دارد. خیلی خوب، خیلی خوب. جورا جون تو کجا بودی؟ گاه پیدا میشوی و گاه گم میشوی. دوستم آخر دعوت کردید آمدم. یگان واقع شد؟ بخیر است؟ این نپرسه. همین کلش میگوید که فرخ نقشه های بزرگ دارد. چی نقشه؟ اما افسوس که حرفی نمیگوید. خاموش است. دوستم آخر شما طرز پرسیدن رو نمیدانید. من یک نزدش درایم میبینیم که چه خیل بلبلکش به خواندن میدراید. ایست جورا جون. پروکورور زکی یحیی هم اینجاست. اول او را بین. بیا. بله. میگوید که در دستم موادهای مهم دارم. میخواد از عیب دور کنی دست کشیم. چی توصیه میدید آقای پروکورور؟ سلام علیکم.
بخیر هستی؟ در کجا بودی؟ سردارم در کجا میشدم؟ در خانه؟ چی مسئله؟ بخیر است؟ نه کمال معلومات جدی دارد لیکن طلبات نیست دارد. خب سردارم طلباتش آسان. یک روز در حیدر پاشا مهمان میکنیمش. یگیت شد سردارم، به خاطر شما 15 روز کفایه. جورا جون شد فهمو مالش، یک هفته کافی است. یا خدا. خوش چی شد رفیق پروکرور؟ سر پروکرور جزا خواهد داد. پرونده کلیش سیاه است. با وزیر عدلیه ملاقات کردم، در ارتباط می شود. آخر رفیق پروکرور با گفتی و وقتمون کم است. سردارم با اجازت شما. یگیت اینجا بیا. چی گپ شد نجیب سردار؟ 10 ثانیه وقت داری، بوقی کردم یکوشمت. 10. با سرمان بلا میارد. یگیت ای جورا جون چیکار کرده ایستوده ای؟ آقای پروکرور در همینجا. نه گپ زن احمد. فرخ چی نقشه دارد؟ گپ زن. سرده او را. 5 یگیت بر تو میگم سرده. گپ نساده میمیرد. 3 ای جورا جون درست نیست گپ کن. میزنی احمق؟ گپ میزنی یا نه؟ یگیت اینجا بیا. ممکن در مترو عمده ترکنده جا کنند یا شاید مکتبی را ترک کنند، سوی قصد کنند. نمیدانم چخیل فهمانم. عجلی تو در دستی من هم صبر کن یگیت. سردارم یک بار اجازت دهید از برای خدا. گوش کن اینجا برای تو طرفخانه نیست. مرکز گستاپ هم نیست. مرکز دلخوشی هم نیست. اینجا شعبه کمیته امنیت فهمیدی؟ بچه ها ببخشید، در اینجا تلویزور هست. به من باور نکردید. نکنید این حادثه را از تلویزور تماشا میکنید. بیوده نشسته چیکار میکنید؟ گوش کن. من به تو امکانیت دادم. یا الله. محترم نوح انگشته، خوش آمدید. کار همین روز تمام می شود؟ البته سردار. اگر همین روز اجرا نشود با تو جزا میدیم. این را خودت نقض میدانی. خواطر نشوید سردار. کار را چنان میکنیم که نه حکومت میماند و نه سروزیر کسی سلامت نمیماند. این را چون کفالت و چون وعده قبول میکنم. اجازت نمیدیم که پایهای جای سرت را گیرد. خیلی صبر کردم، بس بودگیست. سردار اجرا میکنیم. با دستگیری شما همه در جای لازم خواهند شد. باید چنین شود. خواستم آمده خودم این را به تو گویم. میدونی که به تو باور میکنم. تشکر سردار. آقای فروخ من آمدم. شد. رو چی کاری که میکنی مسئله را حل کن. او را پارچه پارچه دیدن میخواهم. حتی زن و فرزندش را هم نیست کنید. اطاعت سردار. بله اطاعت سر پروکرور. نه هنوز چیزی نگفته است. نیتی گفتن هم ندارد. فهمیدم سر پروکرور. همه چاره ها رو می اندیشیم. در
آنجا کسی هست؟ میدانم هست. وقت کم مانده است. وقتی مصلحت هست. اگر میگویید خودتان میدانید. دولتی کلان حیف می شود. کلش در روی خط سیاه نامد از اولین هاست. وقتی که از پایت آویختم میبینم چه خیل میخندی احمق. فهمیدم سر پروکرور، از روی قاعده عمل میکنم. چی شد آقای پروکرور؟ بله، اجازت رو گرفتم. خیریت، شکر خدا. شکر گفتید سردارم؟ آخر این پلیدی رزیل دو تین ارزش ندارد. یک سلاح فروش کثیف را آزاد میکنیم و باز شکر هم میگوییم؟ یگید تو مرا گوش کن. گوش کن یگید، تو در غضب هستی. راستش رو گویم افزایت بد است. میدانم که عدالت جایش رو میگیرد. تو چی فکر میکنی که این داد و گریفت با من معقول است؟ معقول نباشد نکنید محترم پروکرور، نکنید. مایلش نمیکنم. با صدها اویله رفته یک با یک این را فهمانده میتوانی؟ مرا ببخشید، ما این آدم رو آزاد نکردیم. از این خاطر شوهرتان، همسرتان و فرزندانتان مردن. او را ما حتما جدی تفتیش میکنیم و در آخر جلوی آنها را میگیریم و برای قانون شکنی دستگیر میکنیم. اینطور باشد اختیارتان محترم پروکرور. بیایید وقت را از دست نداده فهمیم که او چی نقشه ها دارد. رفتیم. طلبت رو پذیرفتیم. کفالت میخواهم آقای پروکرور. اما تا روزی حادثه در اینجا میمانی. اکنون با ما نقشه رو بگو. هفته گذشته سروزیر در مسئله ملی سخن گفته بود. فرخ باشد. برقه از تاجری یهودی را میکشد. بر زمین او در دیگر کارها هم دست دارد. بعد گناه رو به سخنرانی سروزیر بار میکنه. او را از بین میبردارن و باقی همش معلوم. دولت با خود میجنگد و ملت به پا میخیزد. همین است نقشه شما؟ نخود وحشیگری را بینید. حیات انسان همین قدر ارزان است؟ گناه را به سر دینداران بار میکنند. آنها آدم دارند. با استفاده از تلویزیون در همه جا ثبت های تهدیدآور پهن میکنند. این آدم کیست؟ در کجا میشود؟ ماریا کاهن نام صاحب کار. این سحر در مکتب با توفه قدردانی میگردد در لیسه فوزی چکمک. بلا زند. این یک صاحبکاری با ابرو است. نفر است که در همه جا تاکید میکند که این دیار را دوست میدارد. حتی از دینداران خودشون نهراسیده راستگو میباشد. حتی همین روزها همراهش راهبی بود. سوی قصد که میشود؟ اگر حاضر برایت رفته میرسید. نندو تو دسته رو خبر کن. همه برای عملیات آماده باشند. اطاعت سردارم. با اجازت شما آقای پروکرور. مرحمت جان. خوش آمدید آقا. خوش باشید آقای اونی. خوش آمدید آقا. خوش باشید. مرحمت. بچه ها خواهش میکنم مرا کمک میکردید؟ البته که در این مملکت معیوبان را فکر نمیکنند. دستگیری کردن شما بر این بچه ها خیلی گوار است. تشکر. آقای ماریا هم شخصی سخاوتمند است. او ما را تعلیم داد. با دستگیری او صاحب وظیفه گشتیم. انا همین خیر. این گلها را برای او آماده کردم. شده که سلامت باشید. Sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, dileğimizle yendik.
gücümüzü haktan aldı. Kor ateşlerle yandı. Aylar dirilah dirilah. عقلم نمیگیرد سردارم که چونین نقشه ها میکشند. عجیبی کارم این است که نفرانی که این کارو میکنند فکر میکنند که به وطن خدمت دارند. چی خیل؟ همین خیل. اگر پرسی خودشان را وطن دوستدار میدانند و مثل آنها وطن را گویا کسی دیگر دوست نمیدارد. وطن دوستدار و با ناموسند آنها. این چگونه وطن دوستداری است؟ این چگونه وطن دوستداری است که مردم را به یکدیگر جنگ میاندازند؟ جوانان پرهیجان را استفاده میبرند، در دستشان سلاح دادند و کوچه حواله میکنند آنها را، گویا که امنیت تامین میکنند. کارهایشان را رسمی نشان دادند، سلاح به دست میکنند. خوب، اما از کشتن صاحبکار یهودی چی به دست میارند؟ بسیار چیز به دست میارند. به خواست آنها دولت باید دائما ناتنج باشد. دولت نه آوازش را میبرارد و یا کمی حرکت میکند و یا روح تازه میگیرد، زود برایش جاروب تیار میکند، باز با خود جنگ و جدال میکند. خودشان را حاکم اعلان کرده، شهر میدهند و در جای نشسته اشان کار را ادامه میبخشند. تو پستی و پست باید باشند. چون این است عقیده آنها. فهمیدم. یعنی ایاز حدت را شناس. تو جهانی سیومی و از چهارچوبه نبرو. خودش وگرنه خوب میدانند که ما دنیای سیوم نیستیم. میدانند که در مقابل ناحقی قامت خم نمیکنیم. فریب خوریم هم فریب نمیکنیم و آنها تاریخ ما را از خودمان زیادتر میدانند. تا همین درجه روی راست عمل میکنند. از یک طرف این نشانه خیر است. در گذشته شخصان قطاری بودند آنها. حاضر آنها بی تاثیر شدند. مجبور شده صحنه میبرویم. روی صحنه برآمدن آنها نشانه آغاز زوال آنهاست. همین که در صحنه نمایان شدند، قوه‌شان افسانه‌ای نمی‌نماید و ضعیفی‌شان آشکار می‌گردد. برای ما کارمندان تامین امنیت زمان دشوار است، لیکن برای ملت و دولت این زمان خیر است، زیرا خمیر ما هنوز ترش نشده است. این را ما باید همه نقص دانیم. آفرین سرداران، والله موی بدنم راست شد. از دهانتان اصل می‌ریزد. در اصل شما باید در تلویزیون نطاق شده کار می‌کردید. آقای سخن را درست هم. زمان به مثل کارد است که هر دو طرفش تیز است و مثل دیواری نمکش به خودت مکش. التماس. حاضر به صحنه محترم سنیا را که خط کننده همین مکتب و سهمگذار صنف زمانوی تجهیزانده شده می باشد دعوت می کنم. تشکر. مرحمت. بعد از 20 سال در اینجا میان شما بودم خرسنده آور است. چند سال پیش من در این لیسه طلبه بودم. با دوستایم اینجا یک جا می نشستیم، یکدیگر را تسلا می دادیم و خرسندی می کردیم. در مسابقه های مکتب رفته تا گرفتن آوازهای من داد می زدیم. دین و آیین من از یکدیگر فرق کند هم ما هم تبعه همین دولتیم. من فرقیتمان را در دارایی فکر می کردم. عید رمضان چقدری که از ما باشد، عید بیخمیری هم همان قدر از آن هاست. ما در اینجا فهمیدیم که خرسندی رو تقسیم کردی زیاد می شود و غم را تقسیم کنی کم می گردد. حاضر باز یک خرسندی همان را یک جای تقسیم می کنیم. با امیدی تقسیمات خرسندی کشاده شوی این صنف تجهیزانیده شده را به همه شما مبارکباد می گویم. به همه‌تان، به همه‌تان تشکر. سلامت باشید، سلامت باشید. دسته عملیات آماده باشید. آماده ایم سردار. متخصصان ماده های ترکنده را نیز خبر دهید. نمیدانم با چی روبرو میشویم. فهمیده شد سردار. تشکر. در حضور شما میخواهم به محترم کاهن برای خدمتهایش تحفه خاطروی سپارم. مرحمت. تشکر، تشکر. سلامت باشید. مرحمت گذارید.
ممدو تو اینجا باش. اطاعت سردار. ماشین رو به وقتی بر. بعد این رو هم میگیری. اطاعت سردار. انسان مثل آب بسیار با سرعت می رود. از یک طرف من می روم، از دیگر طرف او. عمری همه چیز می گذرد. انتظار می شویم. اینجا هم پرغواست. سبب هراسیدن من. همه اون چیزی که دیده و چیزی پای می برید؟ در دنیا الان نه. باید هوشیار باشیم. اون طرف رو دیدی؟ ها دیدم، هیچ چیز نیست. گذاشته این طرف بینا رو. فهمم. ممدو وضعیت در بیرون چگونه است؟ سردار وضعیت در بیرون آرام است. سردارم شخصی رشداری سردوز به بینا در اومد. من از پایش می آیم. فهمم ممدو. نظارت رو دوام دهید. شخص شپناک وارد می شود. وطن کلمه مقدس است که ما رو تعلیم و تربیه نموده مثل مادر در پناه گرمی خود نگه می دارد. هر یک شخص وطندار باید وطن خود را مثل گهواره چشم نگاه دارد. نه راحت از فلک جویم، نه دولت از خدا خواهم. اگر پرسم چی می خواهی؟ وطن خواهم، وطن خواهم. وطن مادر با ما تو مهربانی، مقدس معتبر شیرین ز جانی. ز تو بهتر به این عالم وطن نیست. توی رخشان، تو خورشیدی جهانی. ما شکرانه از آن میکنیم که امروزها در پلیس کسی حرکت مرا فرستا دست ها با پلیس این مرا میبندید. خودش چی گفت؟ اوکان این رو تو گیر. بچه ها خواهش میکنم مرا کمک میکنید. مرا سر دید، شما خطا میکنید. خاموش است. سومکران نرسید. متخصص مادهای ترکنده آمد. در راه سردار. چخیل بومبا چه میگید؟ سر دید، من چی گناه دارم؟ آرام باش. در سومکت چی است؟ بگو. کلیکسیس چیکار کرده باشد؟ حالا هم خبری نیست. خاطر نشوید سردار. ژانداپوش کارش را تمام میکند. خبرهای خوش خواهیم گرفت. آقا شما خوب هستید؟ تا آمدن شما خوب بودم. این چه سخن هاست؟ ممکن حیات شما را نجات داده باشیم. بله. راننده من را دستگیر کرده حیاتم را نجات دادی. باغبان را هم گیری دنیا نجات یابد. باغبان را؟ بیا آقای شوقی. بیا بیا. آقای مریا سومکش را در خانه فراموش کرده است. تلفن و عینکش در همانجاست. همان را آوردم. احوال را ببینی. عیب است. ما را ببخشید. خبری گرفته بودیم. آفرین آفرین. خبری با اعتماد شد. ما را ببخشید. یک نافهمی شده. برادر اینجا مکتب است. حاضر من به طلبه ها چی میگویم؟ چی خیل شهر میدیم؟ جورا جان با کجا؟ تشنه شدم با آب نوشی میروم. خواهی تو هم بیا. با من یاردم میکردید؟ التماس با من کمک کنید. در همینجا موندم. نامدی کار. لیفت هم کار نمی کند. این گلها برای کی؟ با آقای ماریو توفه کردنی بودم. از آن مرد چی میخواستند؟ از او چیزی نخواستند. کدام دام گذاشته است و پلیس هم فریب خورد. ببخشید شما گذراندید. نگاه کنید همه پریشان شدند. کودک ها ترسیدند. گوش کنید آقا. کسی را نیت ناراحت کردن نداشتیم. اما ما وظیفه داریم که حیات هر یک انسان را حفظ کنیم. روزهای آخر یگان نفر شما را تهدید نکرد؟ تهدید؟
جناب به شما چی شد؟ خوب است؟ به شما چی شد؟ شینید من خوب نیستم. سرم چرخ میزند. آقای مدیر زود دختر مکتب را فرار کنید. آزیر خوب هستید؟ فقط سرم چرخ میزند. شما را با بیمارخانه میبرم. ташаккури зиёд. чӣ гуворост ки мардуми кӯмакрасон низ ҳаст. саломат бошед. вазифа ҳамон ҳамин. ба оғои марио дода натавонистам. ба шумо медиҳам. илтимос қабул кунед. ташаккур ака, ташаккур. ба дастатон чӣ шуд? ба зери дар монд. эҳтиёт бошед. албатта эҳтиёт кунед. хуб, ташаккур. рӯз ба хайр. саломат бошед. بیمارخانه نمیخواهم. عذر میگذارد. فشارم فرامد است. خدایا این چی؟ این چی باشد؟ یگان چیز رخ داد؟ ممکن است بینم. دیگر چم روی دهد. مرا به حالم گذارید. آقای شوکی بهترش با بیمارخانه مراجعت کنید. آقا از نزد آقای ماریا دور مشو. اطاعت سر قراری خور. آقای فاروق نقشه به خطا اجرا شد. عمری ماریو 1-2 ساعت موند. مایلش زنده‌پوش. فراموش مکن. با وسایط اخبار عموم زنگ زده سوی قصر رو بزیمه گیرید. اخبار مواد لازم. این نقشه رو ویران میکنند. کلمه ها رو دیگر نکنند. شریعت میآید گناه ها بریده میشن و دیگر و دیگر. نقشه را استفاده بر. حاضر خواست شما شد. کلیش با پلیس خبر داد. فکر کردن که او را در آنجا میکشیم. زنده‌پوش آنها تا حال نفهمیدن که با کی سر و کار دارن. من کلیش را میشناسم. او برای نجات خودش پدر و مادرش را میفروشد. چی ما را نمیفروشد؟ من حاضر به خانه ماریو میروم. آنجا بمب را میگذارم. آقای فاروق شما از نزد تلویزیون دور نشوید. زنده‌پوش فراموش مکن. تو نه تنها او را میکشی، دولت را پراکنده میکنی. به نظر گیر. خواطر نشوید آقا. همه چیز مثل فرموده شما میشود. دیدید آقای فاروق، زنده‌پوش کار خوب در کرده است. با شما گفته بودم. در آن وقت چهره نجیب را دیدن میخواهم. چی کار میکرده باشم؟ سردارم خودش چی کرد؟ آن شخص برای دروغی گفته‌اش جواب خواهد داد. سردارم شما هم به مثل یگیت سر کردید. عقل و هوش ما شما ادوخه. امدو در من عقلم نمانده است. وای ما را شرمنده دو دنیا کرد. با ما مثل موش و گربه رفتار کرد. سردارم این خیل نکنید. التماس کسی کاردار نشود. چی شد؟ در آخر نجیب سردار هم دیوانه شد. چی این خیل نگاه میکنی؟ رفتیم. گیر. دروغگوی احمق. کلش احمق. آرام شوید سردارم. آرام شوید سردارم. ما را تو بازی داراندی. احمقی بازینگر. حالا به حال ما میخندی ها احمق؟ سردار این دو سرده مرا. الان هم رازی گیره سردارم آرام شوید. جناب میگن که به شما سوی قصد کردن. نه چگونه سوی قصد؟ یک نافهمی شده است. این با یهودی بودنتون یک علاقه دارد؟ رفیقان تا این دم در کشور تهدید نسبت دینم ندیدم. تنها بعضا مناقشه تجارتی بود و خلاص و دیگر هیچ چیز ندیدم و فکر میکنم که در آینده نیز نمیبینم. به همتون تشکر. خواهش میکنم یک طرف شید. آقا همسرتون شما رو میپرسن. لبای خوب می آیم. شما آماده اید؟ زودتر بیایید خواطر شده. مایلش شما آماده شوید. اگر خواهید بدتر می روید. نه نمی شود. با کودک وعده داده بودم لجرانی می رویم. ناامید نشوند. من خوبم.
майлаш инро шумо беҳтар медонед. 1 соат пас мерасам. تا دیدن. سردارم خواهیش آرام شوید. کمی گذار کنید. چرا با من دروغ گفتی؟ چه دروغ؟ من به هیچ کس دروغ نگفتم. دروغ نگفته باشی چرا با ما مسخره بازی کردی؟ ابله چرا شما رو مسخره میکردم؟ آخر من اسیری شما هستم. لیکن شما فریفته شدید. فاروق شما خیلی زیرکتر است. کلش آدم بر این گپ زن. چرا سخنهای نادرست و معمادار گپ میزنی؟ از هفتش او درک کرده است که برای نجاتم با پلیس ها زبان یک میکنم و نقشه هایش را عوض کرده است. نقشه دیگرش را میدونی؟ کمال کلش خطاگی از من رخ داد که با بندی پوسیده به چاه در آمدم. از این پس باورت ندارم. تو این را فهمیدم آن. бачаҳо ҳама омода шавед, падаратон дар роҳ аст, ба улу дағ меравем. داداجانم چه خوب داداجان. کنی بینم کار میکند. سه بار زنگ زده شود در چهارمش الویدا آقای ماریا. از شما پنیردار بودن؟ نه، پنیردار از من است. مرحمت. خانم دو خوراک دیگر از آن ما بود. کلچه قندی ما از کدام کشور می اومده باشد؟ ببخشید من به کدام شما خدمت رسانم. کمی صبر کنید، زود میارم. اینقدر بسیار گپ نزنید، زودتر بیارید. خاله جون، با نفری مشترک کار میکردیم. امروز به زادگاهش رفت. من تنها موندم. اوی گپ رو کم کنو، زودتر بیار. شد ببخشید، راست میگویید. یا خدا، در بلا ماندیم. خیلی رفتیم از اینجا. خیلی را دستگیر کردیم و به دادگاه بردیم. او را آزاد کردند. شرمنده شدیم. با 4 طرف خود را میزنیم، میدویم. باز شرمندگی. سردارم ما چی عیب داریم از برای خدا؟ من به تو یک چیز میگویم. ما این حجت و سلا را برای زیب و زینت میکشانیم و احوال ما نگر. لبه زنک. نجیب، احوالم بد است. این روز رفت، من تنها ماندم. رفت؟ خدایا توبه. نه خیر گفته توانستیم و نه گسیل کرده توانستیم. من به تو میگویم احوالم بد است نجیب. کی میایی؟ زنک باور کن وقتی سرخوری هم ندارم. یادم چی میگویم. مهم خرسند بودن کیراز است. چیکار کنیم؟ هم که ممکن برای او بهتر است. سردار چی گپ بچه؟ خیری گریخته است. چی؟ بچه؟ مسخره میکنید؟ نه سردار، چه خیلی مسخره. بعد من به تو زنگ میزنم. من به تو بد زنگ میزنم. کار دارم. از زبانش به غیر از من کار دارم. دیگر گپی نمیشنوی.
چی شد اپا؟ خوبم رانو دیگر چی گویم تابم خیره کیروز رو گسل کردید؟ گسل کردیم لیکن چرا شما نآمدید؟ طاقت نمی کردم با تمامی روز گریه می کردم و گریه این خانم کیست؟ هنر اپا ملیکا شناسی گید این همون ملیکا خیلی شادم خوش آمدید خوش باشید من هم شدم به خدا اپا جون کیروز خیلی گریست ما هم گریستیم من این دکان را تنها چکار میکنم اپا جون کارتون بسیار باشد ما کمک میکنیم البته جای اپای کیروز رو گرفته نمیتوانیم لیکن ملیکا تو خیلی دختری با غیرت هستی هنگامی دانشجویی در امریکا پیش خدمتی هم کردم این به من مشکل نیست این دختری آقای کبوتر نیست مگر؟ آخر او خیلی ثروتمند است چه خیلی پیش خدمتی نامش نیست لقبش کبوتر است این دختر با پدرش تماما مانند نیست او دختری که با عقل است اپا یگیت رو تنها آن همین دختر میتواند آدم کند در پیشش کسی نبود مگر؟ نوبادار هم نبود؟ بود سردار ما بودیم لیکن جزمی آمد با رفیقایش شما روید گفت نوبت رو ما میگیریم سردار ارجان رو دیدیم در زینپویا بود و بیرون برآمد ارجان در کجاست ارجان؟ سردار ارجان رو دیدم در زینپویا بود با بیرون میبرآمد میم دو تو با من بیا یاز مصطفی رو گرفته همه برآمدگاه رو خوب شد سردار رفتیم ایست جورا جان او رو دار خودش دیگه کجا میگریزی؟ سردارم بخیر است؟ جنایتکاران تمام شدن نوبت پلیسان شد مگر؟ خیری با کجا گرفت؟ با کجا بگو؟ نمیدونم سردار نمیدانی پس چرا میگریزی؟ فورا با من پول بسیار در کار شناسنامه تیار کرده باید گریزم اما از کجا یابم؟ اوف شکم هم گرسنه است مرغ بریان اگر از همین یک تا باشد مردم از گرسنگی پلیس شد شما مالها رو در دکان جا با جا میکنید تا دیدن اکا جان یک لحظه تلفن رو ده زنگ زنم بسیار مهم است نه نمیشود دادر کمی دورتر تلفن ها است رو از آنجا زنگ زن احمق مرا گوش کن من برای امنیت شما برای ناکسان زحمت میکشم یک تلفن رو از من بی میدونید تلفن رو چیکار میکنی سرده میگویم دوست را دارید دوست را تلفنم را بود فورا پول لازم شناسنامه میخواهم اگر نه این دفعه همه رو با پلیس میگویم این شب در همان جا وا میخوره ما میگه آفرین ملیکا هم دختری با هنر بوده است لیکن کیروز دیگر بود میدونم اپا میدونم چند سال است که با هم دوگانه بودیم اما دلم رو باز از نم سیاه کردی میدونید چی؟ دکانتان رو بندید از پگاه سر کرده با دوزی مشغول میشویم دوزی کنیم و نجیب هر دویمون را زندانی کند خدای توبه کردم ملیکا تو چی میگویی؟ چی شد؟ برآمده کمی سیر و گشت کنیم میگویم میشود با شما معقول باشد با من هم معقول به همین اجازت گرفتم اکای نجیب رو هم میگیریم نجیب رو؟ چی شد؟ میم دو هم میآید صحبت میکنیم خیر رفتیم آقای فروخ J4 مالی تازه خارجی است اگر ترکت مردم فکر میکنند که قیامت شد باقی کاری شما آقای فروخ هر چی خواهید کردن گیرید ولی آقای فروخ آقای هالدون خبر دادند اول حادثه را حتما او به نوار میگیرد
васоидро низ хабар медиҳанд ки диндорон карданд. ҳизбҳои дигар ҳам ҳатман дастгирӣ мекунанд. бо ҳамин якчанд малақ дар майдон пайдо мешавад. дар ин давр бепул ҳеҷ кор карда намешавад. жандапуш, ман туро чандин сол аст мешиносам. дар дастам калон шудӣ. то имрӯз ҳаққатро надодам магар? додед оғои Фаррух. кор ки иҷро шуд, маблағро мегирӣ. рӯзои охир каме бепулем. мехоҳем гӯем ки чиҳо мегӯӣ кабутар? ҳамин масрафҳоро кабутар гӯё ки пул аз киссаи мо мебаромада бошад. боз ба дастамон маблағи калон мерасад. рост мегӯед оғо. мебахшед, нороҳат кардам. хайрӣ занг зада буд. бо ман вохӯрдан мехоҳад. ин ҳашарот зинда аст? роҳе ёфта аз он ҷо халос шудааст. дидан мехоҳад. пул надиҳем, ҳама чизро ба полис мегӯяд. шуд, чизе ошкор макун. вохӯрӣ кун. баъд забонашро бурида ба ман биёр. фаҳмидам оғо. нигоҳ кун, ҳамин аст. бале, саркамисар. ҳамин буд. аммо ки буднашро намедонам. сардорам, ин шахс келиксиз ном дорад ва 1001 гуноҳ ҳам дорад. лақабаш жандапуш аст. барои чӣ хоинӣ кардӣ? чаро? таҳдид кардан, сардор. кӯдаки бемор дорам. мекушем гуфтанд. худатро фурӯхтӣ. шарафу номусатро фурӯхтӣ. аҳмақ, чаро амниятро фурӯхтӣ? ин либоси бошарафро чаро олуда кардӣ? ман касеро нафурӯхтам. خواستم حیات کودکم رو نجات دهم. ارجان، چرا نزد ما آمد؟ در تگ این بام کی فرزندی من و تو گفتیم کی را صاحبی نکردیم؟ کی از دستمان آمد و نکردیم؟ نمیدونم سردار. خانه آمدند. همسر و من و فرزندم رو میکشیم گفتند. کمی در دستم مبلغ گذاشتند. سردار، ما رو ببخشید. ارجان، خودت را سوزاندی. با ناموس زندگی کردن بهتر از گناهکار شدن. تو پلیسی چخیل نمیدانی که افلاسی روز نه روز فاش میشود. حاضر خوب شد مگر؟ های بادا که لباسی با شرف را با دو تنگه فروختی. معلوم شد که لایق نبوده ای. برید او را بیاناتش رو با پروکرور دهید. این آدم کیست؟ کلیکسیز؟ او امروز در مکتب بود. راست میگویی؟ خودش سردارم در عرابچه معیوبی. سردارم، келиш камол гуфта буд ки аз хабардиҳии ман оғои Фаррух тахмин кардааст. мумкин нақшаро тағйир дода бошад. лаббай оқан, ҳоло бо оғои Марио яҷо ҳастӣ? бале, аз беморхона баромадем ва сӯи хона рафта истодаем. фаҳмо, аз ту ҷудо нашавад. таҳлука тамом нашудааст. эҳтиёт бикун. итоат сардор. мо ҳам дар роҳем. дар пеши хона ва мехӯрем. дӯстам, ба ту баъзан чунин мешавад? ҷӯраҷон, чӣ мешавад? гӯё ки воқеаеро қаблан аз сар гузаронда бошӣ. яъне агар дар бораи давида ба мошин савор шуданро гӯӣ 1000 бор аз сар гузаронидаам. ба ту чизе ҳам гуфта намешавад. салом мардуми серкор. салом. хуш омадед. худо ҳофиз.
در اینجا چیکار داره؟ شما خوب هستید؟ اگر ممکن باشد شوهرم را دیدنی آمدم. خیلی شد او را ندیدم. اپا ما مثل آدمانی آهنینیم. این را سنجیده میبینیم. خانم حالا وقت این سخنها نیست. چه حال داری یکیت؟ چه طوری که میبینی یک نوا رو از اولش پخش میکنیم. اگر وقت میداشتید یک جا قهوه نوشی میرفتیم، لیکن ما رو ببخشید، ما باید فوراً رویم. زود باشید خانمان، برای کار با شما. با شما برای کار نجید. خدایا توبه. چی گویم؟ روند رفتن گیرند. خودمون میرویم، بی اونها هم میشوند. چی گفتیم؟ رفتیم. مالش رفتیم. شد خانم. حاضر میرسیم. آماده اید؟ انا حاضر میرسیم. شما بیرون برایید. کاش که این سفر رو با تأخیر میگذاشتیم. با من باشد نمیروم، لیکن بچه ها دل شکسته میشوند. این بسیار کاری غلط است. میفهمی؟ کجا شد این آدم؟ خدایا این تیریزه چرا گشوده شده است؟ آنها آمدند. مرحمت جناب. دادا جون دخترم، بچه جان. دادا کجا بودید؟ انا اومدم. خاطر شدید؟ اولو دوخ که میروین دادا؟ البته میرویم، البته. داداتون وعده داده است. آفرین. این اویله زیبا حیف می شود. شوقی باغاج رو گرفتمون میرویم. خوب شده است. ماریو حالت خوب است؟ اگر خوب نباشد بدتر میرویم. بچه ها رو راضی میکنم. گفتم که خوبم. شد همه گذشت. برام میبرایم. مایلش. که پشت رو بینم یکون چه است؟ من سحر دیدم یکون چیزی مهم نیست. یک دو حسابات آمده است. نباشد رفتیم. بیاید بچه ها. اوه پلیس اومد. بار دیگر روزتان بخیر. چرا آمدید؟ یگان معلومات گرفتید؟ بله جناب. آخه کودک ها هم اینجاند. گوش کنید آقا، وضعیت جدی است. اجازه دید اطراف رو یک بار بینیم. برای سلامتی اویلا، برای بخطری. ماریو اجازت ده کارشون رو انجام دهم. ما رفتنی بودیم. مایلش مرحمت ببینید. تشکر زیاد. بچه ها اجازت گرفتیم همه جا رو کوبید. یگون جای ندیده نموند. کور چشم ارزو دارد، اما در اطراف 1000 چشم. از تخمینم زورتر می شود. سردارم کمی دورتر ماشینی است. در درونش نفری هست و با اینجا نظارت میکند. رفته سنجدان رو که کسی هست اونجا یا اینکه نه؟ فهمو. سلمان با من بیا. چی گپ شد؟ آقای ماریا، التماس از ما دور نشوید. آقای پلیس چی گپ است؟ آرام باشید خانم، تنها سنجش است. سردارم، من هم رفته یک ببینم. احتیاط کن یگید. بیایید، خوش آمدن.
این آواز از کجا؟ چی شد؟ از همین جا؟ های تو از ماشین فرای دستورت رو به بالا بردار. خودش چی گفت؟ گلهای پگویی داده خدا؟ با تو میگویم وگرنه نپرونم. این آخرین آگاهی است. فرا میگویم. ابله فکر کرده که من سحر تو را در مکتب نشناختم. ملخه کنی یک بار دیگر جسته بین. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودیوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز اومد، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.